سلام، سپاس که آنلاین و با آزادی هستید. درخواست یک بانوی مهاجری تاجیک، وضع بدی راه‌ها در سنگوار و نظام نوی پرداخت پول برق از ویدیو و موضوعهای آزادی آنلاین است. در آغاز به ناحیه سنگوار یا طویلدره پیشین سر می‌زنیم که به قول یکی از کاربران برف زیاد حرکت ماشین‌ها را در راه‌ها مشکل گردانده است. عذاب ما برادرها مراجعت به کنیم به رادیو آزادی به دولت و تاجیکستان عذاب راه. 2 هفته پیش نیز بعضی از رانندگان از سر وقت پاک نشدن راه از برف در ناحیه نورآباد شکایت کرده بودند، ولی مقامات جواب دادند که عیب راننده هاست چون به آمادگی به سفر میبرایند. ویدیوی نوبتی هم به این مانند است، اما در قلمروی قزاقستان. مؤلف ویدیو بر رادیوی آزادی گفت به دلیل برف زیاد گروهی از مهاجران تاجیک هنگام رفتن به روسیه یا بازگشت از آنجا در حدود قزاقستان 4 روز درماندند. به قول او آنها روز 29 ینور از بند برف و سردی در قزاقستان رها شدند. از بس که نرخ بلیط هواپیما از تاجیکستان به روسیه گران است، بسیاری ها از خدمت مسافربرها استفاده می کنند. و حالا درباره برق و پرداخت حق استفاده آن. مقامات هفته گذشته با 3 شرکت سازشنامه را امضا کردند که در دوشنبه نظام نوی پرداخت پول برق را جاری می کند، یعنی اول پول و سپس برق. مقامات از فایده این طرح صحبت می کنند، اما کاربر با نام بیلینگ در سامانه رادیوی آزادی نوشت این نظام برای کشورهای اقتصادشان رشد کرده خیلی خوب است، ولی برای مردم فقیر تاجیکستان دهشت. خواننده که نامش را آشکار نکرده است میگوید اگر خدمت رسانی هم مانند دولت‌های پیشرفته میشد گپ دیگر بود. خط‌های برق و ترانسفورماتورها فرسوده شدند. شدت نیروی برق پست است، اما جمع آوری مبلغ مثل کشورهای پیشرفته. به نامی که به گفته خودش یکی از استفاده برندگان نظام بیلینگی در خوجند است، میگوید که درست فهمانید این پیش پرداخت نیست. اول استفاده میبریم و آخری ماه کویتانسی برق استفاده شده می آید. باز تا 17 روز دیگر فرصت میدهند که آن را سپارید. خسرو هم نوشته است در همه دولت‌های پیشرفته آب و گاز و برق سخت نظارت می شود و شرکت‌ها صاحب دارند. کاربر با نام شهروند از مقامات تاجیکستان و 3 شرکت مسئول اجرای نظام بیلینگی انتقاد کرده است که چرا نظر مردم را در این باره نمیپرسند. راستگوی گفته است این شرکت ها از نزدیکان شخصان بالا هستند و برای آنها مردم کم بضاعت و سخن کمبغلان اهمیت ندارد. و در آخر اختیار برنامه را به یک بانوی مهاجری تاجیک می‌دهیم که در ولایت مسکو است و میگوید از مقامات خواهش دارد برای بهتر شدن شرایط کار آنها در روسیه بی‌طرف نباشند. این اپاجانو این شهر سرگف پاسات. من خیلی پیکرنی جوبا کار میکنم. من پخت پاس باور کنین همه خیلی جان سر شدگیم روزی دراز کار میریم 5000 ساعت در گفتی گپا پتن میسپریم، رجیستراسیون میکنیم، عذاب داریم، خطبیم پتنمون ارزان شود. پتنمون شما هم اگر گفتنی دارید و یا عکس و ویدیوی پس به این رقم ها به ما فرستید. ایما و تلگرام و وایبر و واتساپ داریم. تا دیدار در برنامه دیگر.